دنیا به صحنه‌های بیشتر نیاز نداره، به صداهای بیشتر نیاز داره. سالها باور داشتم اگه سگ کار کنم، شاید یه روزی روی یه صحنه بزرگ مثل تدکس تا حرفامو به دنیا به اشتراک بذارم. رویایی که خیلی‌ها دنبالش هستن. اما وقتی وارد این مسیر شدم، یه حقیقت ساده و دردناک رو فهمیدم. مسیر پذیرفته شدن توی تدکس آسون نبود و خیلی از آدما هیچ وقت این فرصت رو هم پیدا نمی‌کنن. نه چون که ایده‌هاشون مهم نیست، بلکه به این دلیل که سیستم تدکس فقط به تعداد کمی از صداها اجازه ورود میده. برای همین از خودم پرسیدم چرا صحنه‌ای برای همه وجود نداشته باشه؟ همین سوال همه چیز رو تغییر داد. و من کلریتی استیج هوم رو ساختم، یه پلتفرم جهانی که هر کسی میتونه یه ایده یا داستان الهام بخش رو از راحت ترین جای دنیا، یعنی خونش، با بقیه به اشتراک بذاره. نه صحنه بزرگی لازمه، نه سفر، نه اجازه، فقط صدای تو. روی لینک داخل توضیحات بزن، یه ویدیو کوتاه ضبط کن و پیامت رو با دنیا به اشتراک بذار. شاید همین پیام زندگی کسی رو تغییر بده. دوست من، یادت باشه پیامت مهمه، داستانت مهمه، ایدت مهمه و صحنت همینجاست. به کلریتی استیج هوم خوش اومدی.